دوستان عزیز برگشتیم در ادامه برنامه. دکتر صاحب سادات در بخش صحی ما با ما هستند و در مورد زکام یا سرماخوردگی یا ریزش به گفته حیات که زیادتر حتما حیات به این مشکل دچار بود چون این موضوع را انتخاب کرد. سلام دکتر صاحب، بر شما صبحتان بخیر. تشکر، سلامت باشین. سلام خدمت شما و خدمت بیننده های عزیز. خوش است که با شما و در برنامه شما قرار دارم. زنده باشین دکتر صاحب. دکتر صاحب میشه اول در قدم نخست از همین تکلیف ریزش یا همین مرض ریزش چگونه یک مرض هست و چطور این میکروب بر انسان سرایت میکنه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. در قدم نخست یک تعریف کوتاه برش میپردازیم. خود سرماخوردگی یا زکام یا کامن کولد یک مرض التهابی طرق تنفسی علوی است که عموما زیادتر بینی را مصاب میکنه. بر علاوه بینی، حنجره، گلو و دهن هم مصاب میکنه که عاملش زیادتر ویروس رینو ویروس میشه. بسیار خوب. عوامل از این مرض چی است و چه چیزا باعث میشه که انسان به مرض ریزش مبتلا شود؟ عوامل زیادی داره. عموما که از عواملش مثلا معافیت بدن است که معافیت بدن پایین می باشه و او شخص زود به مرض مبتلا میشه. زمانی که معافیت بدن پایین بوده چون مقاومت در مقابل سرما نداره و شخص زود معرض به مرض میشه. و ضمن در فصل زمستان چون هوا گرم، هوا سرد می باشه، فرد بیشتر به هوای سرد یعنی در اونجا قرار می داشته باشه و زود معرض به. در کدام فصل بیشتری مرض انسان دچار میشه؟ در فصل زمستان زیادتر می باشه چون خودش از نامش معلوم است که سرماخوردگی یا کامن کولد که است، یعنی از خنک به وجود میاد. دکتر صاحب بعضی اوقات در هوای خیلی گرم هم بعضی کسا را ببینی که به همین مرض مبتلا هست. دلیل از چی میتونه باشه؟ دلیل وجود داره چون معافیت بدن کم است، معافیت بدنشان پایین است، نمیتونه یعنی تغذیه خوب ندارن چون مقاومت بدنشان به عوامل مختلف دچار میشه خودشان. پس باعث ازی میشه که خود فرد بعضی از دوستا و بعضی از بزرگای ما میگه که حساسیت است. آیا حساسیت هم میتونه باعث ریزش شود؟ نه خیر. حساسیت یعنی از یک فرد به دیگر فرد انتقال پیدا میکنه، یعنی توسط عوامل مختلف، توسط دست دادن، یعنی عوامل ویروسی است که انتقال میکنه. اما در هوای گرم میگن که یک نوع حساسیت از با بوی گل یا بعضی چیزهای دیگه میگه در هوای گرمی ریزش کرده. این حقیقت داره یا شما گفتین که تغذیه صحیح نمیشن؟ نه چون عوامل ویروسی است با گل، اگر ویروس در گل به یک چیز تا 3 متر میتواند دورتر مثلا این ویروس بره یعنی در قسمت خود جابجا کنه. پس با هوا چیزی که ما را تنفس میکنیم ما را مبتلا به مرض. در زمانی که آدم همین میکروب در وجود آدم جا گرفت باید از کدام غذاها استفاده کنه تا بتونه بالای همو میکروب همو آنتی بیوتیک های وجود آدم بالا زیادتر شود؟ زیادتر از غذاهای مانند سوپ، سبزیجات، میوه‌جات تا خود مقاومت یا خود سیستم دفاعی عضویت تا بالا ببره، از غذاهای مثلا که باعث معافیت بدن یعنی قسمت سیستم دفاعیش بلند میبره از وضعیت استفاده شود. مانند سوپ، ترکاری باب، میوه‌جات، غلجات بیشتر است. دکتر صاحب بعضی از مریضی ها هست که یک بار انسان گرفت و بار دوم برگشت نمیکنه در وجود انسان و آنتی بیوتیک وجود انسان، آنتی بادی هایی که در وجود است او بالا میره و در مقابل از معافیت پیدا میکنه. همون ریزش مرضی است که بار بار میگیره انسان. چرا؟ چون عامل ویروسی خودش رینو ویروس است. خو ویروس که است زود انتقال پیدا میکنه، یعنی اوتر نیست که فرض مثال یک بار گرفت باز دوباره نگیره. چون زمانی که موقعی را میبینه، زمانی که مقاومت بدن پایین شده دوباره در فرد در وجود انسان مداخله میکنه و دوباره شخص را مصاب میکنه. یعنی از طریقای متفاوت، فرض مثال عدسه میزنن، خصوصا در کشور ما زیادتر است، یا به شکل دست به این شکل میگیره که خود ویروس در قسمت دستا یعنی خلاهای جابجا میشه.
او را دوباره به شخص دیگه که دست میدهد امرایش مانده نباشی میکنه یا قول میدهد، او پس در قسمت دهن یا بینی یا قسمت های دیگه خود که او را بزنه او شخص مبتلا میشه. واکسین های که با وجود آمده دکتر صاحب، این چقدر میتونه انسان از این مرض در امان داشته باشه؟ واکسین هایش وجود نداره. واکسین ریزش آمده، میگن واکسین داشته باشه آدم نمیشه که ریزش کنه. واکسینش ما خو که مطالعه کردیم واکسینش وجود نداره دقیق، چون از خود مرحله داره که از 4 تا 10 روز می باشه که بعد از او شفایاب میشن و زیادتر که هست یعنی از تا 3 هفته هم دوام میکنه. یعنی این واکسین هایی که آمده در بازار هست فکر نکنین این تاثیر گذار باشه بالایشان؟ فکر نکنم. بسیار خوب. دکتر صاحب کدام شخص زیادتر دچار همین مرض میشه؟ خب بیشتر براتون گفتم که اطفال زیادتر به امی زکام یا سرماخوردگی مبتلا میشن، چون امینی یا سیستم دفاعی عضویتشان پایین می باشه و اینها زود به مرض دچار می شود و امرای مردم زیاد مثلا امرای جامعه که است امرای از زیاد سرکار می داشته باشه و شخص های مسن که است چون مقاومت یا سیستم دفاعی از یا بلند است زود به مرض معرض نمیشه، یعنی زود او را نمیتونه. در فصل گرما اگر انسان به مرض ریزش یا امی سرماخوردگی مبتلا شود، باز در اون وقت هم آدم از غذاهای گرم یا مثلا مایعات گرم میگن استفاده کنیم، در اون موسم هم باید همون غذاها را استفاده کنیم؟ بسیار خوب. قسمی که خودش امی ریزش بینی یا رینوریا پیدا میکنه که مایعات از بدن خارج میشن به شکل ریزش از بینی، پس از مایعات چیزایی که مقاومت بدن مثلا مایعات سوپ ترکاری باب چون خودش امرایش تب، لرزه، سردی، سرگیچی، خنک خوردگی یا موجود می باشه میتونه از او استفاده. بسیار خوب. دکتر صاحب امی ریزش به چند نوع میتونه باشه؟ عموما امی زکام که است ریزش یکی چندین نوع ویروس میتونه مداخله کنه. مثال رینو ویروس است، ادینو ویروس است که بیشترین واقعاتش که است از رینو ویروس است که 80% مبتلا میکنه و فیصدی امی خود ریزش از نوع باکتریاییش کمتر میباشه. منظور ریزش میتونه خطرناک هم باشه برای انسان؟ بعضی اوقات میتونه خطرناک باشه. پروسه زیادی که دوام در کدام مرحلهش میشه خطرناک باشه؟ مرحله که بیشتر از 3 هفته دوام کنه، یعنی زیادتر ایچی کنه با انفلوانزا فکر میشود. یعنی مرض ریزش یا امی تکلیف ریزش از 3 هفته باید بیشتر نباشه؟ عموما از 4 تا 10 روز می باشه، یعنی یک پروسه داره که را طی میکنه. بعد از او باز که به شکل ثانوی بره تا 3 هفته دوام. بسیار خوب. دکتر صاحب گفتین بعد از 3 هفته انفلوانزا او چطور میتونه باشه؟ او هم امی علائم ریزش داره؟ بله زیادتر با عطسه همراه می باشه، یعنی شکل پیشرفته است که انسان بسیار او را ضعیف میکنه. عطسه یعنی علائمش زیادتر مشابه می باشه. مشابه در ریزش است. زنده باشین شما دکتر صاحب، واقعا یک موضوع خیلی خوب بوده و دوستای ما هم چون ما طرف فصل زمستان و خزان هستیم، چون زیاد دوستای ما به این مرض مبتلا میشه، ما خواستیم که دوستا هم بفهمن چگونه از کدام غذاها استفاده کنه و چگونه بر خود یک یعنی بیش از اینکه پیش دکتر مراجعه کنه خودشان بتونن خود واقعه بکنن. زنده باشین شما دکتر صاحب. دوستای عزیز از شما هم سپاسگزار هستم که تا این دم مرا همراهی کردین. خدا کنه که تا این دم بیننده بوده باشین و موضوع خوبی را که دکتر صاحب بر ما مطرح کرد شما بیننده ها هم چیزی از او آموخته باشین. تا فردا که بازم ما و حیات در خدمت شما ناظرینان و دوستان هموطنان گرامی ما قرار میگیریم. شما را به علای پاک و بی‌نیاز میسپارم. با بقیه برنامه‌های تلویزیون مشران جرگه همراه باشین. بیماری مینیماتا. بیماری مینیماتا یک بیماری سیستم اعصاب مرکزی است که در اثر مسمومیت یا جیوا ایجاد می گردد. تاریخچه: در اوایل 1950 میلادی ساکنین محلی ساحل شهر مینیماتا در استان کوماتسو در ژاپن متوجه رفتارهای عجیب و غریبی در حیوانات آن منطقه شدند. پشک‌ها حرکات عصبی از خود نشان می‌دادند
و به طور ناگهانی جیغ می‌کشیدند. پرندگان از آسمان سقوط می‌کردند و علائم بیماری همچنین در ماهی‌ها و صدف‌ها هم مشاهده شد که جزء مهمی در برنامه غذایی قشر ماهیگیران بود. مردم محلی نام این بیماری را در ابتدا بیماری رقص پشک‌ها نامیده بودند. علائم این بیماری با مشکلاتی در راه رفتن، سخن گفتن، بینایی، شنوایی، بی‌حسی اعضای بدن، گرفتگی عضلاتی و همچنین از دست دادن هوشیاری و تعادل در ساکنین این منطقه در سال 1956 میلادی شروع شد. کشف بیماری در این روز اول ماه می در سال 1956 میلادی مدیر شفاخانه کارخانه شرکت چیسو در شهر مینیماتا مقامات محلی صحی عمومی شیوع یک بیماری ناشناخته سیستم اعصاب مرکزی را گزارش نمود. این روز بعدها در تاریخ ژاپن به عنوان سالگرد رسمی کشف این بیماری درج گردید. تیم تحقیقاتی دانشگاه کوماموتو دریافت که عامل بیماری میبایست مسمومیت غذایی در اثر فلزات سنگین باشد. نهایتاً پس از مدتی کشف شد که عامل اصلی بیماری مینیماتا مصرف مواد غذایی آلوده به جیوه عالی بوده است. منبع آلودگی: شرکت چیسو مواد زائد فلزی سنگین را به داخل دریا خالی می کرده است. این شرکت ترکیبات سولفات جیو را به عنوان کاتالیز در صنعت استحالات به کار می برد. یکی از محصولات این واکنش متیل جو یک ترکیب عالی و بسیار سمی جیو بوده است. هرچند پس از کشف علت بیماری شرکت چیسو اعلام نمود فیلتری را برای تصفیه فاضلاب صنعتی تعبیه نموده، اما این کارخانه استفاده از این واکنش سنتزی و روانه نمودن جیوه سمی به آب دریا را تا سال 1968 میلادی ادامه داد و تلاش‌های قربانیان بیماری و مردم محلی در متوقف نمودن روند آلودگی ها تا آن زمان بی‌نتیجه ماند. بعدها مشخص گردید فیلتر نصب شده در پاکسازی آب از جیوه عالی بی تاثیر بوده است. قربانیان: تا ماه مارچ سال 2001 2265 تن به طور رسمی به عنوان قربانی بیماری مینیماتا تایید شده است. از این تعداد 1748 نفر جان خود را از دست دادند. بیش از 10,000 نفر از شرکت جیسو غرامت مالی دریافت کردند. اگرچه آنها به عنوان قربانیان رسمی شناخته نمی شدند، مطالعات اپیدمیولوژیک کاملی بر روی تاثیرات دقیق این بیماری هرگز انجام نشده است و تنها بیمارانی که تاکنون به رسمیت شناخته شدند به طور داوطلبانه به شورای مربوطه مراجعه نمودند و درخواست صدور گواهینامه جهت اقدام برای غرامت مالی نمودند. بسیاری از قربانیان بیماری مینیماتا در سالهای دور با تبعیض و تردد از جامعه مواجه بودند و تا مدت زیادی نیز در دهه 60 میلادی مردم عادی بیماران آنان را واگیر فرض می‌نمودند. یکی از دلایل این تبعیض این بوده است که بسیاری از مردم محل به شرکت چیسو به عنوان منبع کسب درآمد خود وفادار بوده و مدافع سیاست‌های آنها بودند. دولت ژاپن در سال 2009 میلادی موظف به حمایت از حداقل 40,000 تن قربانی غیر رسمی بدون تاییدیه رسمی گردید. در سال 2010 نیز گروهی متشکل از 2123 تن از قربانیان تایید نشده از طرف محکمه مستحق دریافت غرامت شناخته شدند. موزیمی در شهر مینیماتا برای بزرگداشت قربانیان و انتقال درس‌های آموخته شده در این حادثه به همگان در سال 1993 میلادی احداث شد که ظرف 2 دهه پس از احداث بیش از 800,000 نفر بازدید کننده داشته است. در روز اول ماه می سال 2010 میلادی یوکیو هاتویوما نخست وزیر وقت کشور ژاپن با شرکت در مراسم 54مین سالگرد کشف این بیماری گفت مسئله بیماری مینیماتا را پایان یافته تلقین نمی کنیم. وی اولین نخست وزیر ژاپن بود که در این مراسم یاد بود شرکت کرده و از همه قربانیان و رنجیدگان این بیماری عذرخواهی نمود.